پروردگارا تنهایی تاریکیست. در دل ظلمت خورشیدی بر ما بتابان. پروردگارا ای خدای حال گردان، ای تدبیر کننده، ای چاره ساز، حال امروز ما بهتر از دی کن و امسالمان را بهتر از پا. نوروز کودکی ها و نوجوانی های ما سرشار از خاطره های زیباست، خاطره هایی که با جان ما و روح ما سرشته شده است. چه زیبا بود لحظه های تحویل سال که پای رادیو می نشستیم و همه در خانه با حالتی روحانی و دلپذیر صدای راشد و نیایش نوروزی او را گوش می دادیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شنوندگان محترم. مقدم سال نو ایرانی و نوروز سلطانی را که در حال فرارسیدن است به همگی تهنیت عرض می کنم و سلامتی جسم و جان و سعادت حال و آینده را برای همه از خداوند متعال خواهانم. در این دقایق آخر سال و در هر وقت و هر زمان کاری بهتر از یاد خدا و استغفار از گذشته و طلب خیر برای آینده نیست، تا مگر سعادتی نصیب گردد که با روحی پاک و قلبی روشن قدم به سال نو بگذاریم. خدایا احوال و اندیشه های ما را به نیکوترین احوال برگردان. به دلهای ما نرمی و روشنی و حس محبت و خیرخواهی بده. به مغزهای ما نور علم و حکمت و فهم و بصیرت و افکار پاک و سالم مرحمت کن. زبانهای ما را به گفتن راست و بیان حقایق هدایت فرما.
و دست و پای ما را در راه راست و در طریق خیر و صلاح به کار انداز. ای خدایی که از پی زمستان جنگزا بهار روح افزا می آوری و در دل خاک تیره تخم و دانه را می شکافی و درختان سرسبز و گلهای رنگارنگ می رویانی. این دلهای سرد و جنهای تاریک را به نور رحمت خود گرم و روشن گردان تا در این هنگام که در زمین و زمان فصلی تازه پدید می آید، در زندگی ما نیز فصلی جدید پر از مسرت و سعادت فرا رسد. تو خود فرموده ای ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم و فرموده ای ادعونی استجب لکم. پس از تو می‌خواهیم که احوال و اندیشه های ما را نیکو گردانی تا سرنوشت ما نیکو گردد. یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال. ای گرداننده سالها و حالها، احوال ما را به نیکوترین احوال برگردان. خدایا در این آغاز سال بیماران را تندرستی بخش، نومیدان را به لطف و رحمت خود امیدوار گردان، فروماندگان را یاری کن، کار درماندگان بگشا، تنگ دستان را وسعت رزق مرحمت فرما، گناهان ما را ببخش، به همه ما نظری بلند و سینه‌ای باز و همتی عالی کرامت کن که همگی در فکر خیر و صلاح یکدیگر باشی و حق و رضای تو را وجهه همت خود گردانی. کشور ما را در این سال و همه سالها از هر گونه آسیب و گزند محافظت فرما و از هر نوع خیر و برکت بهره‌مند گردان. این سال را برای ما و همه مردم جهان با مبارکی و میمنت پیش آور و با سلامتی و امنیت بگذران. به منک و فضلک آمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. 20 ثانیه به آغاز سال نو باقی مانده. و اکنون لحظه فرارسیدن سال نوست. گوش کنید، تیک تاک ساعت زمان را تداعی می کند. سال نو بر همه ایرانیان مبارک باد.